در اصل واخان ناحیه کوهستانی از ولسوالی ولایت بدخشان افغانستان که در قلب آسیای مرکزی و در شمال شرق افغانستان از طرف شمال در میان کوههای پامیر، از جنوب در میان قراقرم و از غرب میان کوههای هندوکش موقعیت دارند. این منطقه به نام دهلیز یا منطقه واخان یک نوار باریک از خاک افغانستان است که از غرب به شرق امتداد دارند و حیثیت پل میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را گرفته است. رودخانه آمو و آب واخان از این دهلیز سرچشمه میگیرند و در این قسمت افغانستان 65 کیلومتر مرز رسمی غیر متنازع و پذیرفته شده با چین دارند. چین برای اعمار این سرک طرحی به ارزش 1000 میلیارد دلار برای واردات و صادرات خود آماده کرده است تا به حیث ابرقدرت جهان مبدل شوند و میخواهند از طریق این طرح 60 کشور را تحت تأثیر اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود قرار